نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من ديارهم هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد. سوره مبارکه حشر است. در سوره مجادله زجر و توبیخ بود بر منافقین، کسانی که همیشه در راه جهاد مخل بودند و سنگ اندازی می کردند، کارشکنی می کردند. در سوره حشر هم موضوع جهاد است. عرض کردم این 4 سوره پشت سر هم موضوعشون یکی هست و اینجا هم زجر و توبیخ بر منافقین هست، اما منافقین سطح پایین تر. و همچنین در این سوره موضوع جهاد با یهود هست که اصالت منافقین یهودی ها بودند. در این سوره الله عز و جل موضوع جهاد را مطرح می فرماید، تخویف دنیوی و هم زجر بر منافقین. اما سوره از مسبحات است، به این معنی که با تسبیح شروع میشه، با تسبیح و تقدیس الله عز و جل. سبحه معنیش اینه که خداوند از هر عیب پاک است، از شریک پاک است، از همسر و اولاد پاک است. در ابتدای این سوره ها که موضوع اصلی سوره ها جهاد است، توحید با این شکل بیان میشه، در واقع یادآوری هست برای اینکه موضوع اصلی یکتاپرستی و توحید و تقدیس و پاکی الله عز و جل است. جهاد و انفاق و هر چی که انجام میگیرد به خاطر توحید است. خداوند تعالی می فرماید سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. تسبیح میگوید برای الله
و پاکی الله را بیان می کند از هر شریک و هر عیب تمام مخلوقاتی که در آسمان ها و زمین هستند. و هو العزیز الحکیم، و اون ذاتی هست غالب و با حکمت، قدرتش کامل، حکمتش کامل. هو الذي اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب، خداوند عزوجل نمونه از تخویف دنیوی در این آیه بیان می فرماید. خداوند اون ذاتی هست که بیرون کرد و بیرون راند کفار کتابی را، کفار اهل کتاب را از دیارشان لاول الحشر، با اولین لشکرکشی. حشر تجمع را میگویند، جمع شدن نیروها را میگویند. اولین تجمعی بود که مسلمانان بر علیه یهود انجام دادند. در همون اولینش نه نیازی به جنگ شد، نه نیازی به خونریزی. خداوند تعالی رعبی و وحشتی در قلوب یهود انداخت و یهود رفتند. اصل داستان و واقعه را که خدمت شما عرض کنم به این شکل بود که قبل از بعثت رسول الله صلی الله علیه و سلم یهودی ها از چندین سال بود که آمده بودند و اطراف مدینه طیبه و خود مدینه منوره اینجا زندگی می کردند. چرا یهود مدینه را به عنوان زندگی انتخاب کردند؟ یهود از شام بودند، از رعات بودند، از بهترین شهرها بودند. شام و بلاد شام در واقع برای این بلاد به مثابه عروس بود از نظر زیبایی، از نظر آبادی. اما یهودی ها بهترین بلاد خودشون را، بلاد سرسبز و شاداب را ترک کردند و مدینه آمدند به عنوان مهاجر، به دلیل اینکه یهودی ها شنیده بودند که پیامبر خاتم و نبی خاتم وقتی که مبعوث بشه و از طرف خدای عزوجل برای زمینیان فرستاده بشه، محل هجرتش در یثرب خواهد بود. یثرب نام قدیم مدینه هست و کسانی که اینجا از او دفاع بکنند، او را یاری برسانند، او را کمک بکنند، بهترین انسانها خواهند بود و مقربترین انسانها خواهند بود. لذا یهودی ها آبا و اجدادشون از اون سرزمین های خصب و سرزمین های آباد از اونجا کوچ کرده بودند، اینجا آمده بودند به این امید که این نبی خاتم را، پیامبر آخر الزمان را یاری برسانند و جز ناصران او باشند. اما زمانی که رسول الله صلی الله علیه وسلم بعثت انجام گرفت و آن حضرت هجرت کرد به مدینه آمد، متاسفانه یهود دچار تعصب شدند. یهود از این نگران بودند که چرا از بنی اسرائیل نیامد، چرا این سلسله نبوت از بنی اسرائیل منتقل شد به بنی اسماعیل، چرا عرب شد، چرا از میان ما نیست. این تعصب خشک، این تعصب قومی باعث شد که یهود مسلمان نشوند. اما از آن حضرت صلی الله علیه وسلم می ترسیدند، بیم داشتند. وقتی که رسول الله آمدند به مدینه منوره و حکومت اسلامی را تشکیل دادند، دو گروه بزرگ از یهود بود، بنو قریظه و بنو نظیر. اینها هر دو حلیف پیغمبر خدا شدند، با پیغمبر عهد بستند، پیمان بستند و بر اساس اون عهد و پیمان همدیگر را همکاری هم می کردند. عهد و پیمان بر این بود که هیچ جنگی، هیچ درگیری، هیچ نزاعی بین ما نباشد و اگر برای یکی از دو گروه مشکل پیش آمد، گروه دیگر حمایتش بکند. در مواردی که اونها قرارداد بسته بودند. لذا در سال 4 هجری بود، در سال 3 هجری واقع احد اتفاق افتاد
و در احد که مسلمانان شکست خوردند و ضربه از دست مشرکان خوردند، یهود جسور شدند و یهود مقداری گستاخ شدند و با هم بگو مگو داشتند که اینها الان ضعیف شدند، اینها شکست خوردند، اینها را ما میتونیم زود شکست بدیم. در همین میان بود که این اتفاق افتاد. یکی از اصحاب و یاران رسول اکرم صلی الله علیه وسلم اشتباهاً 2 نفر از دستش کشته شدند، قتل خطا انجام گرفت. لذا آن حضرت باید به ولی هر 2 دم دیه میدادند. جمع کرد از میان مسلمانان پول برای دیه جمعوری شد و از آنجایی که یهودی ها هم حلیف بودند و هم پیمان بودند، آن حضرت صلی الله علیه و سلم به طرف بنو نظیر رفت، همین قبیله‌ای که اینجا ذکرش هست، به طرف قبیله بنو نظیر که از یهودی ها هست رفت و از اونها مطالبه کرد که من و شما با هم پیمان داریم و شما کمک خودتون را در این دیه داشته باشید. اونها جواب دادن، گفتن اشکالی ندارد و پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم را اشاره کردن به سایه دیواری که اینجا شما باشید در دیوار قلعه شون و ما اون چی که سهم ما باشد برای شما می آوریم. داخل رفتند و با هم مشوره کردند، گفتند که این جای قرار داره پیغمبر که از پشت بام قلعه، از بالای قلعه به راحت میشه که او را زد. لذا گفتند که کارش را یک سره بکنیم و تمام بکنیم تا همه از دستش راحت بشن. بالای قلعه یک سنگی بود، سنگ آسیاب دستی به اصطلاح، گفتن از اونجا بندازیم سرش دیگه تمام میشه. بعد چند نفر را مأمور کردن که این کار را انجام بدهند. قبل از اینکه اونها برن این کار را انجام بدهند، الله عزوجل از طریق وحی به حبیب خودش خبر داد که اینها دسیسه‌ای دارند، توطئه‌ای دارند. رسول الله صلی الله علیه وسلم سریع از اونجا رفتن و محل را ترک کردند و صحابه هم چند نفری که با رسول الله بود پشت سر آن حضرت رفتند. بعد از اون دیگه برملا شد خیانت یهود و آن حضرت صلی الله علیه وسلم به یهودی ها پیغام دادند که دیگه شما عهد را شکستید، شما پیمان را شکستید، ما با شما می جنگیم یا مدینه را ترک بکنید. یهودی ها آماده جنگ شدند و بسیاری از منافقین مثل عبدالله ابن ابی تشجیع کردند یهودی ها را، ما در کنار شما هستیم، اگر با شما جنگیدن ما هم می جنگیم، اگر شما را بیرون کردن ما هم بیرون می شویم. لذا اینا باعث شد که یهودی ها مقدار تقویت بشن با این صحبت های دروغین رئیس منافقان، تا اینکه آن حضرت صلی الله علیه وسلم آماده شدن با لشکری به طرف بنو نظیر. بنو نظیر تقریبا 2 میل از مدینه طیبه فاصله داشت، حدودا 3-4 کیلومتر. آن حضرت وقتی که رفتن بنو نظیر را محاصره کردند، بنو نظیر هرچه منتظر ماند، منتظر نیروهای کمکی، بعضی دیگر از اقوام هم قول همکاری داده بودند، منتظر یهود منافقین، هیچ خبری نشد و آخر بنو نظیر 11 روز در محاصره بودند. بعد از 11 روز مجبور شدند تسلیم بشند و آن حضرت پیشنهادات را برای خودشون واگذار کرد. گفت که اگر میخواهید ترک کنید و خانه و کاشاره خودتون را بروید هر جا میرید و از وسایلتون بغیر از اسلحه هر چی که میتونید با خودتون ببرید. اونها همین شرط را پذیرفتند و هر خانواده یک شتر بار برای خودش برداشت. باغات زیادی داشتند، امکانات زیادی داشتند. ابتداءً که مسلمان ها میخواستند حمله بکنند و رعب و وحشت ایجاد بکنند، مسلمان ها باغات اونها را و درختای اونها را سوزاندند. اونها پیغام دادند که شما چه ملتی هستید؟ شما که خودتون را متشرع و پایبند شرع میدانید و متدین به آیین آسمانی و کتاب آسمانی میدانید، چرا درختها را میسوزانید؟ چرا کشتزار را خراب میکنید؟ که الله عزوجل به
اصحابم تسلی داد. علی ای حال یهودی ها ترک کردند و رفتند. اکثر یهودی ها به طرف ازرعات شام رفتند و به طرف اریحا بیت المقدس رفتند و بخش بزرگشون بعضی از تیره هایشان مثل حویی بن اخطب که حویی بن اخطب سردارشون بود، اینا رفتن خیبر. خیبر فاصله داشت با مدینه منوره ولی در همین منطقه بود. اینا رفتن پیش یهودیان خیبر، بقیه رفتن. به هر حال امکانات زیاد در دست رسول مکرم صلی الله علیه و سلم و اصحاب و یاران آن حضرت افتاد و این اموالی که بدون جنگ بدون خونریزی به دست آمد، فقط خدای عزوجل اون قوم را مرعوب کرد. این مال را میگن مال فی. دو تا مال داریم که در جنگ به دست میاد. یکی مال غنیمت، اونی که مجاهدین می جنگند، می کشند، کشته میشن، شهید میدن، بعد اموال به دست میاد، اون مال غنیمت هست. و مال غنیمت در سوره مبارکه انفال الله عزوجل حکمش را بیان فرموده: واعلموا ان ما غنمتم فان لله خمسه وللرسول. غنایمی که به دست می آورید 1/5 مال خدا و رسول، یعنی تصدق و مال بیت المال، 4/5 دیگه بین مسلمانان، بین غزات و بین مجاهدان تقسیم بشه. اما مال فی صحابه بر همین پندار بودند که این مال را الان باید تقسیم بکنند، ولی صحابه حتی اسبی ندوانده بودند، 2 میل زیاد نبود. اکثر صحابه از مدینه تا اونجا با پای پیاده رفتند، حتی اسب و شتر خودشون را نبردند. فقط رسول الله صلی الله علیه وسلم بر سر شتری سوار بودند و رفتند اونجا. لذا الله عزوجل درباره این مال فرمود این مال فی هست و این مال در اختیار خدا و رسول، این تقسیم نمیشه. بعضی مصارف را الله تعالی بیان فرمودند که من اونجا که به اون آیات برسیم توضیح میدم. اما ترجمه آیات خداوند عزوجل می فرماید: هو الذی اخرج الذین کفروا من اهل الكتاب. این تخویف دنیوی هست. الله آن ذاتی هست که بیرون کرد کسانی را که کفر کردند از اهل کتاب، بیرون کرد من دیارهم، از دیارشان، لاول الحشر، با اولین تجمع لشکر. حشر را 2 تفسیر کردند. این سوره به همین مناسبت اسمش سوره حشر است. حشر به معنای تجمع هست. بعضی میگن که تجمع منظور تجمع سپاه اسلام است. اولین تجمعی که بر علیه یهود بود اینجا اتفاق افتاد. لذا خداوند عزوجل فرمود که همه یهودی ها را الله بیرون کرد. و بعضی میگن حشر یعنی جلاوطنی یهود. یهودی ها 2 بار جلاوطن شدن، یکی همینجا و یکی در زمان سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنه. لذا الله می فرماید: هو الذی اخرج الذین کفروا من اهل الكتاب. الله آن ذاتی هست که بیرون کرد کسانی را که کفر کردند از اهل کتاب، من دیارهم لاول الحشر. الله عزوجل از دیارشان بیرون کرد لاول الحشر. المعنى اخرجهم من دیارهم لاول جمع حشره النبی صلی الله علیه وسلم. اولین جمعی که پیغمبر اونها را جمع کرد. ما ظننتم ان یخرجوا وظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله. خداوند در این جنگ نصرت غیبی را و امداد غیبی را بیان می فرماید. یهودی ها در شرایطی بودند که اصلا امکان نداشت بیرون برند، چنان قدرتمند، همه نوع اسلحه، سرمایه فراوان. حتی مسلمانان هم اینطور فکر نمی کردن، ولی اینجا خداوند امداد فرمود. یک رعبی، وحشتی عجیب در دل اونها القا کرد که اونها ترسیدند و بعد از 11 روز تسلیم شدند. الله می فرماید: ما ظننتم، شما فکر نمی کردید، شما گمان نمی کردید، ان یخرجوا، این که آنان بیرون می شوند،
و خودشون هم فکر نمی کردند. خودشون چه فکری داشتند؟ و ظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله، آنها می پنداشتند که همانا آنان حصون آنها، قلعه های آنها مانعشون هست، مانع عذاب خداست. من الله ای من عذاب الله. فکر میکردند این قلعه های مستحکم ما مانع عذاب الهی هست. اما الله می فرماید فاتاهم الله من حیث لم یحتسبوا، الله عزوجل عذاب را آورد برای آنان از آن راهی که آنها فکر نمی کردند. چنان وحشتی، چنان رعبی خدای عزوجل در دلشان انداخت که آیات خودش بیان می فرماید و قذف فی قلوبهم الرعب، الله در دلشان رعب انداخت. بعد از اینکه رعب انداخت، قبلا عرض کردم که مسلمان ها دیوارها را خراب میکردند، نقلها را میسوزاندند، یه وحشتی در درون دشمن القا میکردند. بعدا وقتی که یهود مایوس شدند و گفتند باید از اینجا بریم، خب این خونه برای کی میمونه؟ برای مسلمان ها میمونه، این ساختمان ها، این امکانات. پس آخر الامر خودشون هم خراب میکردند، درها را میشکستند و دیوارها را مینداختند تا اینکه برای مسلمان ها سالم نماند. الله میفرماید چنان رعبی در دلشان الله القا کرد که یخربون بیوتهم بایدیهم و ایدی المؤمنین، آنها خانه هایشان را خراب میکردند با دست های خودشان و با دست های مؤمنین. فاعتبروا یا اولی الابصار، ای عقلمندان، ای انسان های دانا، عبرت بگیرید. دعوت به تذکر میده خدا ما را، به ما میگه شما درس بگیرید، عبرت بگیرید. ببین خدای عزوجل وقتی که بخواهد پوزه قدرتمندان را به خاک بزنه چطور میزنه که خودش ثروت خودش را، سرمایه خودش را با دستان خودش خراب میکنه. و بعد از این اون چیزی که برای اونها مقدر شد جلاوطنی بود. خداوند تعالی میفرماید اگر خداوند برای اونها جلاوطنی نمی نوشت، مقدر نمی کرد، به عذاب بدتر گرفتار می شد. ولولا ان كتب الله عليهم الجلاء، اگر الله نمی نوشت بر آنها جلاوطنی را، لعذبهم فی الدنیا، در همین دنیا آنها را عذاب میداد با قید و قتل. بنویسی قید و قتل. ولهم فی الاخرة عذاب النار، برای این یهودی ها در آخرت عذاب آتش است. در آخرت در آتش جهنم واقع می شوند. چرا؟ علت این نار، علت جلاوطنی، علت بدبختی چیه؟ ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، این به سبب این بود که آنها مخالفت کردند با الله و رسولش، دشمن خدا و دشمن رسولش بودند. و من یشاق الله فإن الله شدید العقاب، هر کسی با الله مخالفت بکند، با دین خدا مخالفت بکند، الله او را سخت عذاب میده. به هر حال این علت جلاوطنی و علت این بدبختیشون بود. اما در واقعشون خدمت شما عرض کردم که مسلمان ها بعد از این که میخواستن رعب و وحشت ایجاد کنند در قلوب آنان و شروع کردن به تخریب دیوارها و تخریب درختها و سوزاندن درختها، یهودی ها اعتراض کردند که شما آیا دینتون شما رو به همین چیز وادار میکند؟ مقداری در قلوب مسلمین شبهه ایجاد شد، اشکال ایجاد شد که نکنه ما کار اشتباهی کردیم. کسی که مجاهد در راه خداست او باید بیشتر تقوا داشته باشد، بیشتر باید احتیاط بکنه. یه وقتی نگه من مجاهدم، دستم تفنگ، هر کاری میکنم، نه.
برای اون قوانین بسیار ظریفی هست که باید رعایت بکنه. یه وقتی بناحق کسی را نکشه. لذا در دل مسلمان ها آمد که این کاری که ما کردیم شاید کار اشتباهی بود، کفاره‌ای داره، گناهش چیه. خداوند این اشکال را جواب داد. ما قطعتم من لینة، لینه میگویند درخت خرما را، آن درخت خرمایی که شما قطع کردید او ترکتموها یا قطع نکردید گذاشتید، قائمتا علی اصولها که بر ریشش قائم بود، هر دو فباذن الله، به اذن الهی بود. یعنی لازم هست انسان وقتی که میخواد دشمن را مرعوب بکنه، دشمن را متأثر بکنه، باید در اون حملات ابتداییش چنان شدید باشد، چنان خطرناک و وانمود بکند که دشمن بترسه، دشمن لرزه براندام بشه. لذا الله می فرماید فباذن الله، این به اذن الهی بوده، ولیخزی الفاسقین، الله این اجازه را به شما داد تا که فاسقین رسوا بشند، منافقین، یهودی ها. لذا برای شما معنیش اینه، برای شما اشکالی نداره، نگران نباشید. و ما افاء الله علی رسوله، در رابطه با مال فی که اینجا آمده مقدار توضیح میخوام عرض کنم، به درد شما جای دیگه میخوره. مال فی اون مالی را میگویند که از طریق جنگ به دست نیامده. دشمن وقتی که وحشت زده بشه و تسلیم بشه و جنگ صورت نگیرد، هرچی مال به دست میاد این مال فی هست. چون اینجا مجاهدین شمشیر نزدند و تیراندازی نکردند، شهید ندادند و زحمت خاصی نداشته، این مال فی حکمش اینه که این در اختیار امیر هست، کسی که در رأس هست. اون زمان در اختیار رسول الله صلی الله علیه وسلم بود و او به هر کس که مناسب میداند میده. اون مال فی در اصل مال بیت المال است، اما اگر اینجا لباسی بود، خرمایی بود، غذایی بود، به هر کسی میده. و اگر باغ چیزی بود به ملک کسی در نمیاره، ولی در اختیار میگذاره تا وقتی مثلا شما استفاده بکنید. بعضی از صحابه را، بعضی از اهل بیت را، هر کسی را که رسول الله مناسب میدونست اجازه دادند. پس مال فی در ملک کسی در نمیاد. و مال غنیمت نه، مال غنیمت 4/5 مال مجاهدینه، 1/5 مال بیت المال است. حال اموال فی که گرفتند در همین قلعه بنی نظیر جنگ اتفاق نیفتاد. 1-2 سال بعد از این، 1 سال تقریبا بعد از این، قلعه بنو قریظه هم به همین صورت گروهی دیگر از یهودی ها بود که اونا هم آخر خیانت کردند. داستانشون در سوره احزاب می آید. اونها را الله عزوجل گرفتار کرد. اونها هم به همین صورت به دست آمدند. چند تا دیگه روستا و قریه و باغ بودند. یکی از اون باغها باغ فدک هست، معروف است. باغ فدک که سیده فاطمه رضی الله تعالی عنها بعد از رحلت رسول مکرم صلی الله علیه و سلم از امیر المؤمنین ابو بکر الصدیق رضی الله عنه تقاضا کرد، پیام فرستاد که اون چی که مال ماست، مال ما اهل بیت هست، شما به ما بدهید. چون که باغ فدک را پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم در زمان خودش در اختیار بعضی از اهل بیت گذاشت. گفت شما تا وقتی اینجا کشاورزی بکنید، زحمت بکشید، بخورید، استفاده بکنید. به اونها داده بود برای استفاده.
حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها فکر میکرد که این مال رسول الله بوده و باید به ایشون ارث برسه. ابوبکر صدیق در جواب فاطمه پیغام فرستاد که رسول مکرم صلی الله علیه و سلم فرموده ما گروهی و جماعتی از انبیا هستیم که نه از کسی ارث میبریم و نه پشت سر خودمون ارث میگذاریم و هر چی که میگذاریم صدقه هست. لذا آن حضرت ارثی ندارد. با این حدیث فاطمه رضی الله تعالی عنها قانع شد. در صحیح بخاری است فاطمه بعد از اون صحبت نکرد به این معنی که قانع شد، دیگه بحث نکرد. بعضی از عزیزان میخوان نشون بدن که بین صحابه مشکل بوده، میگن صحبت نکرد یعنی قهر کرد. بعد از اون قهر کرد. قبل از اون هم فاطمه رضی الله عنها پیش ابوبکر نمی آمد، محرم نبود. بعد از اون هم نمی آمد که اینها با هم صحبت کردن که قهر بشند. صحبت نکرد به این معنی هست که دیگه ناراحت نشد، دیگه قانع شد، دیگه چیزی نگفت. و بعد هم ابوبکر رضی الله تعالی عنه میخواست مسئله را تفهیم بکنه، نه اینکه به اهل بیت ندهد. بعد از اون همون باغ فدک را ولی در تولیت ابوبکر، در امارت و سرپرستی ابوبکر، در اختیار سیدنا علی و حضرت عباس عموی علی و رسول الله صلی الله علیه وسلم داد که اینها را، این باغ را شما به صورت نصف شما استفاده بکنید، از میوهایش استفاده بکنید، زحمت بکشید. حتی در روایت ها می آید، در روایت های صحیح می آید که تا زمانی که در خلافت ابوبکر در اختیار این دو نفر بود، در زمان خلافت عمر رضی الله تعالی عنه هم در اختیار این عمو و برادرزاده بود، عباس و علی بود. حتی در این زمان اینا با هم اختلاف پیدا کردند بر آبی، جویی، حریمی، چیزی، ناراحت شدند از هم دیگه. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه بین اونها داوری کرد. لذا باغ را حضرت ابوبکر در اختیار گذاشت، ولی اون چیزی که فرمود فقط به خاطر تفهیم مسئله. لذا نباید از این نوع جریانات بعضی ها وانمود کنن، نشون بدن که بین اصحاب و یاران رسول الله مشکل بوده، بغض بوده. نخیر. خب عبارت قرطبی را میخواستم بخوانم که مالهای فی کدوم مالها هستند. قال ابن عباس هی قریزه. ابن عباس گفته که قریزه هست و نظیر و هما بالمدینه و فدک و هی 3 ایام من المدینه، فاصله 3 روز بود، و خیبر و قرا عرینه و ینبع. قرطبی. لذا این روستاها و این آبادی ها هر چی به دست آمد با تسلیم شدن و با رعب به دست آمده این اموال فی هستند. الله می فرماید وما افاء الله على رسوله منهم، آنچه که الله فی کرد یعنی بخشید بر رسولش، منهم از آن یهودی ها، از اموال اون یهودی ها، فما اوجفتم علیه من خیل، شاید مسلمان ها ابتداء طمع و انتظار داشتند که به ما از مال بدند. الله می فرماید شما اینجا هیچ نه اسبی دوانیدید نه شتری. فما اوجفتم علیه من خیل، شما ندوانیدید بر آن هیچ اسبی ولا رکاب و نشتری، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء، اما الله مسلط میکند پیامبرانش را یا پیامبرش را بر هر کسی که بخواهد. والله على كل شيء قدیر. این علت است، الله بر هر چیز قادره، هر چی که بخواهد انجام میده. خب پس وقتی که به صحابه نمیرسد مال کیه؟
الله عزوجل مصرف مال فی را در اینجا بیان میفرماید. کجا مصرف بشه؟ ما افاء الله علی رسول، بخاطر اینکه اینجا بیان مصرف است، اعاده لبعد العهد است، دوباره ذکر کرد آنچه که خدا فی کرده یعنی بخشیده بر رسولش، من اهل القرى، از قریه های مختلف. قریه ها همین قریه ها بودن که عرض کردم، قریظه، نذیر، فدک، عرینه، ینبع. این روستاها فلله وللرسول، اینا را به خدا و به رسول اختصاص بدید و به دیگران که میاد. به خدا که نیاز ندارد، مال خدا کجا صرف بشه؟ و مال فقرا بعدا آمده، و مال خود فقرا، این مال خداست. بعضی گفتن اسم خدای عزوجل تبرکاً ذکر شده، مراد رسول صلی الله علیه و سلم است. اما بعضی میگن نه، فلله یک سهمی لله جدا بشه. کجا مصرف بشه؟ در مسجد الحرام، در بیت الله مصرف بشه، در مسجد النبی مصرف بشه، در مساجد دیگر مصرف بشه. یعنی مخصوص اماکن مذهبی و مساجد سهمی که میگه لله، این را چیکار بکنن؟ جدا کنن. ولی رسول و سهم دیگر مال رسول صلی الله علیه و سلم برای خود و اهل بیتش از این مال خداوند صریحاً دستور داد. اما این خدمت شما عرض کنم که در این آیه ننوشته چقدر. مثلا در مال غنیمت شما میخوانیم مال بیت المال 1/5، بقیه 4/5 مال مجاهدینه. اینجا مشخص نکرده چقدر به پیغمبر میرسه، اهل بیت، چقدر به خویشاوندان، به ساداتی که نمیتونن مال صدقه و مال زکات بگیرن، چقدر به یتیم، چقدر به مسکین. مشخص که نکرده، در اختیار امیر هست، در اختیار متولی امر است. پیغمبر هر چی مناسب میدوند و بعد از پیغمبر هر که جانشین پیغمبر بود هر چی مناسب میداند. مثلا مناسب اینه که برای مسجد الحرام یک بخش زیادی هزینه بشه، هزینه بکنه، در اختیار او هست، به اجتهاد او بستگی داره، خودش هرچی نیاز داره. بقیه فقرا و مساکین شرایطشون را بررسی بکنند، با توجه به شرایطشون. اینجا خداوند حدی تعیین نکرده، موکول است به رأی خود اون شخص. لذا الله می فرماید فلله وللرسول، برای الله و برای رسول است، ولذی القربا و برای خویشاوندان رسول، والیتاما برای یتیم ها، والمساکین برای مسکین ها، و ابن السبیل برای مسافران. به این مصارف بدهید. فقط ببینید اینا همه قشر ضعیف و مستضعف، به دلیل اینکه اینجا سرمایه‌داران را خداوند سهیم نکرد، کی لا یکون دولة بین الاغنیاء منکم. دوله میگویند متداول، از تداول است، دست به دست گشتن، تا که این پول و سرمایه فقط دست به دست پولدارها نباشد و فقیر فقرا اصلا پولی را نبینند و برای دیدن پول حسرت بخورند. نه، اینجا این نوع مالها را فقط به فقرا بدید. کی لا یکون، تا که نباشد دولة، یعنی متداول، دست به دست بین اغنیا از شما. و ما آتاکم الرسول فخذوه، اصول اینجا بیان میشه، هر چی که رسول به شما میده بگیرید. و ما نهاکم عنه فانتهوا، آنچه که باز میدارد باز بده. دیگه بر دلتون سنگین نباشه، هر چی رسول مناسب بداند. واتقوا الله ان الله شدید العقاب، از خداوند بترسی. این نسخه عمل است، ان الله شدید العقاب، این نسخه تقوا است. تقوا چطور به دست میاد؟ بعد از این بعضی مصارف دیگر را خداوند بیان میفرماید. اینها هم از مصارف مال فی هستند، به اینها هم بدهید. کیان اینا؟ الله می فرماید للفقراء المهاجرین، یعنی خرج کنید، انفقو مقدر است، خرج کنید از همین مال فی برای فقراء مهاجرین، الذين اخرجوا من دیارهم
و اموالهم. ببین خداوند وقتی که اصحاب و یاران رسول الله را تعریف میکنه تمام ابعاد را در نظر میگیره، هدفشون را، نیتشون را، اخلاصشون را، اجر و پاداششون را و چگونه با چه کلماتی تعریفشون میکنه. معلوم میشه الله از این جماعت خیلی راضیه. الله میفرماید الذين اخرجوا من دیارهم، آنانی که بیرون کرده شدند از دیارشان، و اموالشان، مالشان، هم مالشان در مکه موند هم دیارشون اونجاست، یبتغون فضلا من الله و رضوانا، اینها می طلبند فضلی از جانب الله و رضای الله. اینها طالب رضا هستند، اینها طالب غنیمت نیستند، اینها برای ریا نیامدند اونطوری که بعضی از دشمنان و حاسدان میگن. اینا برای فضل خدا و رضای خدا آمدند. یبتغون فضلا من الله و رضوانا. و فضیلت دیگر و ینصرون الله و رسوله، و الله را یاری میکنند، یعنی دین الله را یاری میکنند، و رسوله و رسول الله را یاری میکنند. وصف دیگر، فضیلت سوم، اولئک هم الصادقون. الله گواهی میده اینها صادقون هستند، در ادعای ایمان اینا راست میگن، اینا صادقونند. پس یه جایی قبلا ما در سوره حجرات خواندیم اولئک هم الصادقون، اینجا هم نسبت به صحابه گفته شد اولئک هم الصادقون. صادقون کیند؟ صحابه. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین، با صادقین باش، یعنی بر خط مشی صحابه باش. اگر میخواهی تقوا داشته باشی بیا به مسیر صحابه، حب صحابه در قلبت باشد. اولئک هم الصادقون، ای الصادقون فی ادعای ایمانهم، در ادعای ایمان اینها چیند؟ صادقند. و حالهم علی ضد دعواهم، و بر از کنم که احوالی که اونها دارند در اون صادق هستند. بعضی ها بر علیه اینها میگه اینا صادق نیستند، این تفسیر مظهری هست. میگه فمن قال من الروافض انهم كانوا منافقین، بعضی از روافض میگه اینا منافق بودند. هر کسی، بعضی ها هستن متاسفانه واقعا فی قلوبهم مرض، در دلشون مرض هست. آیاتی که در قرآن مجید در رابطه با منافقین هست، این آیات را میخوانند و اشاره به اصحاب میکنند، به یاران رسول الله میکنند. به این خاطر علامه قاضی ثناء الله پانیپتی این جمله را میفرماید هر کسی از روافض بگه که انهم کانوا منافقین، صحابه، مهاجرین و انصار منافقین بودند، و کانوا کاذبین فی ادعای ایمانهم، و در ادعای ایمانشون دروغ گفتند، کفر، این که کفره. چرا؟ لاستلزام انکار هذه الآیه، چون لازم میاد این آیه را انکار بکنه. آیه میگه که اونا منافق نبودند، اونا مخلص بودند، اونا طالب رضای الهی بودند. لذا اینها هستند مصرف مال فی، این فقرای مهاجرین. اولئک هم الصادقون، اینها هستند صادقین. خب این یک گروه شدن از اصحاب رسول الله. اصلا صحابه دو گروه بودند، مهاجرین و انصار. حال الله عزوجل انصاری ها را ذکر می فرماید. الله می فرماید والذین تبوأوا الدار والایمان، همچنین آنهایی که جای دادن مهاجرین را در دار، یعنی در دارالهجرت. دارالهجرت کجاست؟ مدینه منوره. آنهایی که جا دادند مهاجرین را در دارالهجرت والایمان، و آنهایی که ایمان حاصل کردند. این از قبیل الفتها تبنا و ماء باردن هست که اصطلاح را توضیح دادم.
اصلش هست والذین تبوأوا الدار و حصلوا الایمان، در دارالهجره جا دادن و خودشون ایمان را حاصل کردند. یا و اخلصوا الایمان، در ایمان خودشون مخلص بودند. الله می فرماید که اینها که با قلبی باز، با آغوش باز از مهاجرین استقبال کردند، اونها را در دارالهجره آوردند، اونها را تو خانه و کاشانه خودشون جا دادند و خودشون والایمان من قبلهم، یعنی قبل از اینکه مهاجرین بیایند اینها رفتن مکه و ایمان را از اونجا حاصل کردند، خدمت رسول الله رفتند و بیعت کردند، ایمان آوردند. و بعد این فضیلت اولشون. فضیلت دوم، یحبون من هاجر الیهم، دوست دارند اونهایی را که هجرت میکنن به سوی اونها، یعنی با مهاجرین محبت دارند انصاری ها. این دو. سوم، ولا یجدون فی صدورهم حاجه، و در دلهاشان هیچ نوع حاجتی، هیچ نوع نیازی نمی بینند. این نتیجه محبت. مما اوتو، از آنچه که داده شدند، یعنی هرچی به خودشون برسه هیچ خودشون را نیازمند نمیدانند که هیچ. و یؤثرون علی انفسهم، الله می فرماید مهاجرین را بر خود ترجیح میدهند ولو کان بهم خصاصه، گرچه خودشان در این باب نیاز داشته باشند، احتیاج داشته باشند، دیگران را بر خود ترجیح میدهند. این آیات دهها مصداق داره همین واقعاتی که در فضائل اعمال میخوانید. یک صحابی مهمان رسول الله را میبره و شام به اندازه یک نفر است، چنان چراغ را خاموش میکنه که مهمان احساس نکنه و شام را جلوی مهمان میگذاره و خودش ادای خوردن را در میاره. این یؤثرون علی انفسهم، در سخت‌ترین شرایط نزع و آخرین لحظات زندگی یک جرعه آب را این به اون حول میده، اون به اون تعارف میکنه، میگه اونجا ببر، خودش از تشنگی میمیره. این ولو کان بهم خصاصه همینه. و بیشترین به نظر بنده بیشترین ایثار بعد از فتح مکه در جبهه حنین و حوازن معلوم شد. انسان تعجب میکنه اینها چه اخلاصی داشتند. اونجا وقتی که رفتند و با حوازن درگیر شدند، حوازن را و حنینی ها را شکست دادند و غنایم بسیار زیادی به دست آمد، خیلی غنیمت، به قدر غنیمت که بعضی از سرداران تازه مسلمان قریش را رسول الله صلی الله علیه وسلم به هر نفر 100 شتر داد، به یک نفر 100 شتر. تازه مسلمان بودن، پیغمبر میخواست که اینها دلشون به دست بیاد. و همچنین به مهاجرین رسول الله زیاد داد، چون الان دیگه سختی ها تمام شد، اینا زندگی آنچنانی نداشتن، گرچه انصاری ها همه زندگیشون را در اختیار گذاشته بودند. اینا میخواست پیغمبر خدا که اینا زندگی خودشون را دوباره تشکیل بدن، لذا به مهاجرین هم زیاد داد، به نو مسلمان ها هم زیاد داد، ولی به انصاری ها هیچی نداد. پیغمبر خدا به انصار هیچی نداد. بعضی از جوان ها و نوجوان ها صحبتی کردن که این صحبت به پیغمبر رسید، گفتم وقت جنگ که میرسه ما را صدا میکنن، ما میایم میجنگیم، اما وقت تقسیم غنایم ما را فراموش میکنن، به ما هیچی ندادند. این خبر وقتی که به رسول الله رسید، انصار را جمع کرد و انصار را توجیه کرد، گفت که ای برادران انصار من، شما راضی نیستید از اینجا همه مردم با مال برمیگردند، دست و بالشون پر از مال هست و ثروت و سرمایه، شما با رسول خدا برمیگردید، یعنی سهم شما رسول الله است، رسول الله مال شما. چون که این خطر هم بود که الان دیگه مکه فتح شد، بعد از مکه حوازن فتح شد، حنین فتح شد، جای اصلی رسول الله کجاست؟ مکه است.
دیگه رسول الله باید مکه بموند، شهر خودش. ولی نه، دستور هجرت اینه، اینکه انسان یک بار هجرت کرد تا آخر حیات باید همونجا بماند. پس این مژده را داد که گویی من دیگه تو مکه نمیمانم، من با شما میام. گفت که راضی نیستید بقیه مردم با مال برمیگردند و شما با رسول خدا برمیگردید. انصاری ها به قدری خوشحال شدند، گفتن همین پیغمبر خدا برای ما بس. و آن حضرت صلی الله علیه وسلم هم متأثر شدند از ایثار انصار و فرمودند که اگر تمام مردم از یک وادی و از یک شعب برند و انصاری ها از یک راه از یک وادی دیگه بره، من همون وادی میرم که انصاری ها میرند، من با انصار هستم. اینها دل اونها را خوش کرد. لذا الله عز و جل این گونه از انصار تعریف میکند. الله می فرماید ولا یجدون فی صدورهم حاجة مما اوتوا، نمیابند در سینه هایشان، در دلشان نیازی از آنچه که داده شدند. و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، الله می فرماید دیگران را بر خود ترجیح می دهند گرچه خودشون نیازمند باشند. این صفات را الله خیلی دوست داره. این صفات نباید فقط مال انصار باشد، باید مال من شما هم باشد. گاهی میشه که ما خودمون نیاز داریم به چیزی ولی یک برادر مسلمان را میبینیم، یک خانواده مسلمان را میبینیم، اگر ما اونها را بر خود ترجیح بدیم و خودمون سختی بگذارانیم و اونها را خوشحال بکنیم، الله خیلی خوشنود میشه، خیلی راضی میشه. لذا الله می فرماید که و من یوق شح نفسه، علت این همه ایثار، علت این همه از خود گذشتگی اینه که در وجود اینها شح نیست. شح دو معنی داره، یکی بخل، یکی حرص. حریص بر مال نیستند، بخیل نیستند. خوشا به حال کسی که در وجودش بخل و حرص نباشد، حریص نباشد و بخیل نباشد. اصل گفتند که شح اینه که انسان مال برادر خودش را ظلمن بخورد. انما الشح فی القرآن ان تأکل مال اخیک ظلمن. شح در قرآن به این معنی است که مال برادرت را ظلمن بخور. کسی آمده، مثالی از شح عرض می کنم، کسی آمده و شکایت میکنه، میگه من تو یک محله سوپرمارکت داشتم، یک حاجی آقای چند وقته که از من، آدم خیلی هم سرمایه‌داری، چند وقته که از من قرض گرفته، وام گرفته، وامی که من به اون دادم 3-4 میلیونه که برای خانهش وسایل برده. الان من جمع کردم، هر چی میرم نمیده. آخرین جوابی که داد گفته نمیدم، دست و پایت آزاد، هر کاری میکنه بکن. این هست شح. انسان اینقدر بدبخت باشه خودش همه چیز داره ولی مال یک کارگر را میخواد بخوره. زحمت ها و عرق زحمت یک کارگر را چطور میخورید؟ این انسان واقعا در درونش خیلی مشکل است. انسانی که اینقدر مریض باشد که خودش چند برابر داره ولی میخواد مال دیگری را هم بخوره. لذا انما الشح فی القرآن، شح در قرآن اینه که ان تأکل مال اخیک ظلمن، مال برادرت را ظلمن بخوری. لذا الله اینه میفرماید که و یؤثرون علی انفس و من یوق شح نفسه، هر کسی که از شح نفس، از بخل نفس، از حرص نفس، از این مریضی نفس نجات پیدا بکند فاولئک هم المفلحون، اینها رستگارانند. صحابه که درخشیدند به خاطر اینها، به خاطر همین صفات بود، اینها فضائلند. حال بعد از این گروه دیگری را الله ذکر می فرماید، کسانی که بعد از اصحاب بیاند،
بعد از یاران رسول الله بیان و از آنها به نیکی یاد کنند. اینها هم مستحقین مال فی هستند، اینها همه مستحقین مال فی. الله می فرماید والذین جاءوا من بعدهم، آنانی که می آیند بعد از اونها، بعد از مهاجرین و انصار، یقولون ربنا اغفر لنا، این گونه دعا می کنند. این دعایشون حکایت از عقیدهشون هست. آنها دعا می کنند بار اله ما را ببخش، ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان، و اون برادران ما را که قبل از ما ایمان آوردند. قبل از ما کی بوده ایمان آوردند؟ مهاجرین و انصار. علامه علوسی می فرماد این دعا در واقع ما را تحریک میکنه که ما برای صحابه دعا کنیم. این آیه ما را چی میکنه؟ تحریم میکنه. و فی الآیت حث علی الدعاء للصحابه، ما را تحریک میکنه برای صحابه دعا بکنیم. و تصفیت القلوب من بغض احد منهم، و این آیه ما را تشجیع میکنه، ما را تحریک میکنه که دلهای خودمون را از بغض صحابه پاک کنیم. در دل ما نسبت به اونها هیچ عداوتی نباشد. ببین خدا گفته این گونه دعا میکنند ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان، بار اله ما را ببخش و آن برادرانی که قبل از ما سبقت کردند در ایمان، قبل از ما ایمان آوردند. ولا تجعل فی قلوبنا غلا، و خدایا در دل ما نسبت به آنها هیچ غلی نباشد، هیچ حقدی، هیچ کینه و بغضی نسبت به اونها نباشد. خدا به ما تعلیم میده، به ما آموزش میده، ما نسبت به سلف خودمان، نسبت به گذشتگان خودمان بغض داشته نباشیم، محبت داشته باشیم و برای اونها دعای خیر بکنیم. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، بغضی نباشد نسبت به مؤمنان. ربنا انك رؤوف رحیم، بار اله تو رؤوف رحیم هستی. پس این آیه یک اصلی از اصول اخلاقی، یک اصل از اصول اخلاقی به من و شما یاد میده، تفهیم میکنه نسبت به سلف خودمون مؤدب باشیم، اونها را به نیکی یاد کنیم، اونها را در دعای خیرمون یاد کنیم و از خدای عزوجل بخوایم که دل ما، امکان داره در بعضی مسائل اختلاف هم باشد، دل ما نسبت به اونها کوچکترین چرکی و رنجشی داشته نباشد. اینجا امام ابن کثیر میفرماید امام مالک رحمه الله، امام دارالهجره، یکی از ائمه چارگانه، امام مالک یک استنباط عجیبی دارد. امام مالک میفرماید از این آیه کریمه من این استنباط را میکنم که اونهایی که نسبت به اصحاب و یاران رسول الله صلی الله علیه وسلم بغض دارند و کینه دارند، اونها هیچ وقت از مال فی سهمی نمیبرند. چرا؟ چون خداوند گفته که به اونهایی بدهید بعد از صحابه، بعد از مهاجرین، بعد از انصار. مسلمانهای نسلهای بعدی، از این مسلمانهای نسلهای بعدی به کسانی بدید که اینها برای مسلمانان صدر دعای نیک بکنند و بگویند که خدایا در دل ما نسبت به اونها هیچ کدورتی نگذار و هیچ بغضی نباشد. و ما احسن، این عبارت ابن کثیر است، و ما احسن ما استنبط مالک من هذه الآیه الکریمه، چقدر زیباست استنباط امام مالک از این آیه کریمه که ان الروافض الذي يسب الصحابه، روافضی که صحابه را بد و بیراه میگوید، لیس له فی مال الفیء نصیب، مال فیء اون حقی ندارد، لعدم اتصافه بما مدح هؤلاء، چون این با این اوصاف متصف نیست، این اوصاف در درونش نیست. این اوصاف میگه در درونت حب باشه، اون در درونش بغض. این میگه در درونت
حب باشه که شب و روز برای اونها دعای مغفرت کن، او لعن و نفرین میکند. این اوصافی که بما مدح هؤلاء فی قولهم ربنا اغفر لنا ولاخواننا الى آخره. بس بعد از صحابه، بعد از مهاجرین و انصار، مستحقین کیا هستند؟ اینها هستند که نسبت به اونها حسن ظن دارند، نسبت به اونها حب دارند. الم تر الى الذين نافقوا، بعد از واقعه ارز کنم بنو نذیر، الله عزوجل زجر و توبیخ بیان میفرماید، سرزنش برای کی؟ برای منافقین. منافقین خدمت شما ابتدای داستان عرض کردم که به یهودی ها می گفتند که محکم بیستید، مرد باشید، یه وقتی نروید اینجا بمانید، اگر بنا شد که شما بریم ما هم باید بریم از اینجا، بنا شد با شما بجنگن ما هم می جنگیم. الله عزوجل پیشگویی میکنه اینا دروغ میگن، اینا نه ارزه جنگ دارن نه ارزه رفتن از اینجا دارن. الله می فرماید الم تر الی الذین نافقوا، آیا دیدی آنهایی را که نافقوا منافق بودند و منافق شدند، یقولون لاخوانهم الذین کفروا، میگویم به برادرانشان آنانی که کفر کردند، چون اصل منافقین از چی هستند؟ از یهودی ها هستند، پس اونا برادر دینیشون بودن. بعضی میگن این گفتن برای بنو قریظه هست که یک سال بعد این واقع اتفاق افتاد، اما بعضی میگن این اتفاق، اکثر مفسرین میگن همین اتفاقی که در بنو نذیر است، چون سوره درباره بنو نذیر است. الله میفرماید به اهل کتابی که کفر کردن به آنها گفتند لئن اخرجتم لنخرجن معکم، اگر شما بیرون کرده شدید، اگر از اینجا شما اخراج شدید، لنخرجن معکم، حتما ما با شما بیرون میشیم، ولا نطیع فیکم احدا ابدا، ما در رابطه با شما از هیچ کسی پیروی نمی کنیم هرگز. و این قتلتم، اگر با شما جنگ اتفاق افتاد، جنگی صورت گرفت، لننصرنکم، ما حتما شما را یاری میکنیم. این سخن منافقین بود. حال الله چی میفرماید؟ والله یشهد انهم لکاذبون، الله گواهی میدهد که اینها دروغ میگویند. در چه دروغ میگویند؟ در همین حرفایی که به یهودیا گفتند، در این دروغ میگویند. با این تفصیل لئن اخرجوا لا یخرجون معهم، اگر آنها بیرون کرده شوند اینها با آنها بیرون نمی شوند، اینها خارج نمی شوند. ولئن قوتلوا لا ینصرونهم، اگر با آنان جنگ اتفاق بیفته اینها هرگز اونها را یاری نمی کنند. ولئن نصروهم، اگر بالفرض والمحال اینها اونها را یاری کنند، لیولن الادبار، الله می فرماید اون وقت اینها پشت میدهند. منافق ایمان نداره، منافق همیشه میترسه، پشت میدهند یعنی پا به فرار میگذارند. ثم لا ینصرون، سپس اینها یاری نمیشوند از طرف خدا، از طرف یهودی ها، از هیچ طرفی تار و مار میشوند. به این خاطر یاریشون نمی کنند، پشت خودشون را خالی میبینند. و علت این ترسشون چیه؟ الله میفرمه علت اینه که اونقدر که از شما مؤمنین و از شما مجاهدین میترسن، از خدا هم نمیترسن. رعب شما، وحشت شما در دلشون زیاد. این را باید بدانید، همیشه منافق ترسو هست. هرچند منافق مجهز و مسلح باشد، اما از مؤمن، از مجاهد خیلی میترسد. و هم کافر، چون کافر ایمانی ندارد که به آخرت ایمان داشته باشه، اون سعی و تلاش بر زنده موندن هست. هر کسی که بر زنده موندن خودش تلاش بکنه خیلی ترسو بار میاد.
الله میفرماید لأنتم اشد رهبة فی صدورهم من الله. البته شما مؤمنین، شما اصحاب و یاران، رعب شما اشد است، خوف شما بیشتر است در دلهای اونها از خدا. یعنی اونقدر که از شما میترسند از خدا هم نمیترسند. چرا؟ ایمان ندارند. این علتش است. ذالک بانهم لا یفقهون. این به سبب اینه که اونها نمیفهمند. باید از خدا ترسید. به دلیل کفر و شرکی که در وجودشان هست ایمان نداره. ایمان که نداره از خدا نمیترسند. و بعد هم درباره منافقین است و هم در رابطه با یهود است. تسلی برای مسلمانان است که اینها با شما هیچ وقت روبرو نمی جنگند. لا یقاتلونکم جمیعا الا فی قرى محصنه. اینها با شما نمی جنگند همگی مگر در قریه ها و در قلعه های محکم. از پشت قلعه یا از پشت دیوار او من وراء جدر، از پشت دیوار از دور یه چیزی پرتاب بکنند، یه موشکی بزنند، یک توپخانه شلیک بکنند، امکان داره. روبرو جرأت ندارند. چرا؟ یکی دیگر از دلایل اونا با خودشون هم مشکل زیاد دارند، همدل نیستند. بأسهم بینهم شدید. جنگ اونها، درگیری اونها بین خودشان هم شدید است. تحسبهم جمیعا و قلوبهم شتا. شما اونها را متفق و متحد و جمع میدانید در حالی که دلهایشون متفرق است، دلهایشون متشتت است. هر دلی به یک سمت و سو هست. ذالک بانهم قوم لا یعقلون. این به سبب این هست که اینا قومی هستن لا یعقل، قومی هستن که الله تعالی به اینها عقل نداده، دین هم ندارن، عقل هم ندارن. کمثل الذین من قبلهم قریبا ذاقوا وبال امرهم. خدای عزوجل تشبیه میده این یهودی ها را به یهودی های قبل از این. قبل از این یک قبیله کوچیکی بود به نام بنو قینقاع. اونا هم خیانتی کردند و رسول اکرم صلی الله علیه وسلم به محض اینکه برای اونها لشکر کشی کرد، اونها ترسیدن، گفتن با ما کار داشته نباشیم، ما از اینجا میریم. خداوند میفرماید اینا مثل اونها، کمثل الذین من قبلهم قریبا، مثل کسانی که قبل از اینها بودند در همین زمان قریب، ذاقوا وبال امرهم، که اونها وبال امرشون را چشیدند، ولهم عذاب علیم، و در آخرت هم برای اونها عذاب دردناک است. بعضی گفتن بنو قینقاع است، بعضی گفتن که مشرکین در بدر، اشاره به اونجاست. کمثل الشیطان، مثال دیگر خداوند به دو گروه اینها را تشبیه داده، یکی به بنو قینقاع یا به اصحاب بدر و یکی به خود شیطان. شیطان همیشه رفیق نیمراست. اذ قال للانسان کفر، به انسان میگه کفر کن، انسان را وادار میکنه از دایره ایمان خارج بشه. فلما کفر، وقتی که انسان کفر میکنه، قال اینی بریء منک، من از تو بری هستم، من بیزار. انسان را میبره تو بدبختی میندازه، بعد از زود براءت میکنه. انی اخاف الله رب العالمین، من از خدایی که رب العالمین هست میترسم. الله عزوجل میفرماید عاقبت هر دو، تابع و متبوع، شیطان و پیروش، این هر دو تو آتش. فکان عاقبتهما انهما فی النار خالدین فیها. عاقبت هر دو این هست که هر دو در آتش هستند، همیشه در آتش هستند. و ذلک جزاء الظالمین، این هست جزاء ظالمان. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. الله عزوجل بعد از اینکه برای منافقین زجر بیان فرمودند، اینجا تذکر میده. بعضی میفرماید این هم زجر برای منافقین است، مراد از مؤمنین اونا که به ظاهر ایمان آوردند، و میتونه این کلی باشد، برای همه باشد. الله چون در این آیه دعوت به تقوا میده،
یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. دو بار واتقوا الله تکرار شده. چرا؟ اولا خدا می فرماید یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، ای مؤمنین از خدا بترسید. بعد نسخه این تقوا را بیان می کند ولتنظر نفس ما قدمت لغد. باز مجدد می فرماید واتقوا الله، از خدا بترسید. باز نسخه تقوای دوم را می فرماید ان الله خبیر بما تعملون. اگر از همین نسخه تقوا شما به این دقت کنید و تدبر بفرمایید متوجه میشید اینجا دو نوع تقوا است. اتقوا الله اول در انجام طاعات است. اتقوا الله فی الطاعات، از خدا بترسید، طاعات را خوب انجام بدید. و دلیلش خدای عزوجل نسخه اون تقوا را بیان کرده. شما طاعت بکنید، عبادت بکنید، نماز بخونید، روزه، زکات، چون که فردا پیش خدا حاضر میشی. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، هر نفسی نگاه کند برای فردا چی آماده کرده. این اتقوا الله اول است. دوم مجدد فرمود واتقوا الله، این فی ترک سیئات است، در ترک سیئات، در ترک معاصی. از خدا بترس، گناه نکن. اولی از خدا بترس، نماز بخوان. از خدا بترس، روزه بگیر. از خدا بترس، احکام را بجا بیار. چرا؟ چون که ولتنظر نفس ما قدمت لغد، برای فردا ببین هر نفسی چی آمده داره. دومی از خدا بترس، گناه نکن. چرا؟ یا نسخهش چیه؟ ان الله خبیر بما تعملون، خداوند نسبت به عمل کردت خبر داره، هر چی میکنی خدا مطلع است. الله می فرماید ولا تکونوا کالذین نسوا الله، شما نباشید مثل آنانی که خدا را فراموش کردند. خدا را فراموش کردند یعنی چی؟ ترکوا ذکر الله، ذکر و یاد خدا را کنار گذاشتند. فانساهم انفسهم، پس الله عزوجل اونها را ترک کرد. فترکهم من ذکره بالرحمت والتوفیق، خداوند آنها را ترک کرد. انساهم به سبب انفس اونها، به سبب خدا فراموشی اونها، الله اونها را ترک کرد. منظور اینه که خدای عزوجل هیچ نوع لطفی، هیچ نوع رحمتی، هیچ نوع رأفتی نسبت به اونها ندارد. اولئک هم الفاسقون، اینها فاسقین هستند. اینا کسانی که از دین خارجند یا از طاعت خدا خارجند، معصیت میکنند. لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنه، این علت اتقو هست و علت ولا تکونو هست. چرا از خدا بترس؟ چرا ولا تکونو کالذین نسوا الله؟ اونی که از خدا میترسد بهشتیه، اونی که خدا را فراموش میکند جهنمیه. الله میفرماید این دوتا با هم برابر نیستن. لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنه، اصحاب نار و اصحاب جنت برابر نیستند. چه فرقی دارند؟ اصحاب الجنت هم الفائزون، بهشتی ها رستگارند. مسلمه، مفهوم مخالفش چیه؟ جهنمی ها رستگار نیستند. لذا شما راه اتقوا الله را بگیرید، راه الذین نسوا الله، راه اونها را نگیرید. خب این مطالب نغز، این مطالب زیبا، این مواعظ دلپذیر، اینها از طریق قرآن به من شما میرسد. لذا الله عزوجل در این آیه شریفه عظمت قرآن را و منزلت و جایگاه قرآن را الله برای من شما بیان میفرمد. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته،
الله می فرماید اگر ما این قرآن را نازل کنیم بر کوهی لرأیته خاشعا متصدعا، اون کوه را می بینی که خشوع می کند، فروتنی می کند، متأثر میشه. متصدعا من خشیت الله، تکه تکه میشه از خوف الله. معنیش اینه که اگر همین استعدادی که خدا به من و تو داده، همین فهم و درک و تکلیفی که من و تو مکلفیم و میدونیم که آینده ما خطرناک است، همین تکلیفی که خدا به من و تو داده اگر اینها را به کوه میداد و کوه را خطاب میکرد و آنچه که من و تو میفهمیم کوه میفهمید، کوه را میدیدی با وجود صلابتش، با وجود سختیش، این کوه ریزه ریزه میشد، تکه تکه میشد. ببینید علامه قرطبی گفته حث علی تأمل مواعظ القرآن. خداوند من و شما را ای مسلمان تحریک فرموده، تشویق فرموده که به مواعظ قرآن تأمل بکنیم، فکر کنیم. و بین انه لا عذر فی ترک التدبر، و این بیان کرده که هر کس تدبر را ترک بکند هیچ عذری ندارد. فانه لو خوتب بهذا القرآن الجبال، اگر خداوند به جای من و شما کوها را خطاب میکرد مع ترکیب العقل فیها، همین عقل و درکی که به من و شما داده، همین عقل و درک را به کوه میداد، لانقادت لموعظته، کوه در مقابل موعظه قرآن تسلیم میشد. ولرأیتها على صلابتها، و میدیدی با وجودی که کوه اونقدر صلابت دارد، استحکام دارد، و رزانتها و اونقدر محکم هست، میدیدی که خاشعتا متصدعتا، نرم میشد و ریزه ریزه میشد. ولی من شما متأثر نمیشه، سنگ متأثر میشه. بنابراین الله میفرماید که و تلک الامثال نضربها للناس، این مثال ها را خداوند چرا بیان میفرماید؟ این مثال ها را برای مردم بیان میکنیم لعلهم یتفکرون. هدف اینه که اونها تفکر بکن، بیاندیشن خدای عزوجل چه مواعظ جالب و زیبایی در این قرآن بیان شد فرموده. حال در پایان این سوره مبارکه، در اول سوره هم سبح لله موضوع توحید بود، در پایان هم مراتب سگانه توحید بیان میشه. یعنی اصل و هدف اصلی یکتاپرستی است، خدا را یگانه دانستن است و خدا را با صفاتش، با اسماء و حسنایش قبول کردن و او ایمان آوردن. لذا الله ادعا را مطرح می‌فرماید. الله می‌فرماید هو الله، اون ذات الله هست. هو الله، کدوم الله؟ هو الله الذي لا اله الا هو، اون ذات الله هست، اون اللهی که هیچ معبودی نیست جز او. عالم الغیب و الشهاده، این صفات می طلبد که فقط او را معبود بداریم. این صفات دلیل و حجت است بر این که لا اله الا هو، غیر از او معبود لایق عبادت نیست. چون که عالم الغیب و الشهاده، او داننده غیب هست و داننده حاضر هست. هر چی که غایب از چشمان ما، هر چی که حاضره، همه را الله میداند. هو الرحمن الرحیم، اون کامل الصفات است. رحمان کسی که صفاتش کامل باشد، و رحیم مهربان، بخشاینده و مهربان است. هو الله الذي لا اله الا هو، الله آن ذاتی هست که هیچ معبودی لایق عبادت و پرستش نیست جز او. الملك القدوس، الله پادشاه مطلق است. ببین اینا اول عالم الغیب هست، عالم الغیب و شهاده. اینجا بیان قدرت، پادشاهی، تصرف، مدیریت.
پس این صفات را کسی داشته باشد لایق عبادت است. نه الملک القدوس، قدوس یعنی از هر عیب پاک است، مقدس از هر عیب. السلام، السلام یعنی سلامتی دهنده هم می آید، ولی بعضی گفتن السلام با قدوس مرتبط است. قدوس اونی که در حال حاضر از هر عیب پاک است. السلام یعنی پادشاهیش در آینده هم از هر عیب و نقص پاک است. المؤمن اون ذاتی هست که به ما امن میده، ما را امان میدهد. المهیمن ذاتی هست که نگهبان هست، محافظ است. العزیز اون ذاتی هست که عزیز هست، غالب است، هر کاری بخواد میکنه. الجبار، جبار به معنی جبران کننده، یعنی اصلاح کننده مخلوق هر مشکلی داشته باشد خدا چی میکند؟ جبران میکند. المتکبر ای المبالغ فی الکبریا، اون ذاتی است که در کبریا به حد اعلا رسیده. سبحان الله عما یشرکون، ذاتی که این همه صفات والا دارد. واقعا این ذات پاک است از آنچه که مردم با او شریک میگیرند. هو الله الخالق البارئ المصور، الله آن ذاتی هست که خالق است، آفریننده هست. البارئ هست. ببینید سه صفت بیان کرده الله: الخالق، البارئ، المصور. خلق به معنای پیدا کردن بر اساس حکمت، یعنی از عدم به وجود آوردن، و المصور به او صورت و شکل و قیافه دادن. معنیش اینه که خدای عزوجل ابتداءً شالوده هر چیز را، مواد هر چیز را، شیرازه هر چیز را خلق کرد، یعنی نقشهش را کشید. خلق در واقع همینه. بلا تشبیه بگم، مثل یک مهندسی که یک ساختمانی که شما درست میکنید، اول مهندس اون نقشه را میکشد، خود اون به وجود نیامده، همون تصویرش هست، نقشهش هست. بعدن چیکار میکنند؟ موادی که آمده است از اون مواد چی میکنند؟ از عدم به وجودش میارند، یعنی پیداش میکنند، ظاهرش میکنند، درستش میکنند. بعد به این یک نمایی میدن، به یک دکوری میدن، به یک ظاهر زیبایی میدن. 3 مرحله شد. نه پس الخالق معنی اینه که الله عزوجل ابتداءً طراحی فرموده نقشه پیدایش را. بعد البارئ از عدم به وجود آورده. بعد از اینکه به وجود آورد، المصور به اون صورت زیبا بخشید، به اون صورت زیبا بخشید. چنانچه داریم که الخالق الذي خلق، الخالق المقدر لما يوجد، البارئ يعني المخترع، المنشئ للأعيان من العدم إلى الوجود، المصور أي يخلق صورة الخلق على ما يريد. فأولا يكون خلقا ثم برأ ثم تصويرا، ثم برأ ثم تصويرا. هر چیز اول خلقش هست، بعدن به وجود آوردنش هست، بعدن اون نما و ظاهرش هست. پس الله هم خالق هست، هم بارئ هست، هم مصور هست. له الاسماء الحسنى، برای الله اسماء حسنا یعنی صفات زیبا، صفاتی که مختص الله عزوجل هستند. ولله الاسماء الحسنى، یعنی خداوند عزوجل هر چی صفات دارد، اون صفاتش اسم دارند. مثلا از صفات الله عزوجل اینه که نهایتاً بر بندگان شفقت دارد که اونها را همه چیز می بخشد. لذا اسم این صفت چیه؟ الرحمن. از صفات الله عزوجل اینه که در قیامت بندگان مؤمن خودش را چیکار میکند؟ مورد لطف قرار میده، مورد بخشش قرار میده. اسم این صفت چیه؟ الرحیم.
از صفات الله عزوجل اینه که به همه بندگان نان میده، رزق و روزی میده. اسم این صفت است الرزاق. منظور اینه که الله عزوجل اسماء زیبایی دارد که این اسماء مال چی هستن؟ مال صفاتش هستن. ولله الاسماء الحسنى. این اسماء حسنا چند تا هستن؟ در حدیث آمده 99 تا. این 99 تا معروف تر هستن که تو حدیث هست، و الا صفات الهی را خیلی بیشتر از این گفتن. در بعضی روایت ها آمده 5000 تا هستند، بعض گفتن 5000 تا فقط تو قرآن و سنت هستند. بغیر از این چندین برابر است که بعضی از بندگان خبر ندارند. یسبح له ما فی السماوات والارض. تسبیح میگوید برای الله تمام مخلوقاتی که در آسمان ها و زمین هستند. و هو العزیز الحکیم. اون ذات عزیز است، غالب هست، و الحکیم تمام کارهایش با حکمت است. خب این سوره مبارکه ممتحنه است. بخشی از این سوره رو میخوانیم. در سوره حشر ما خواندیم که زجر بود برای منافقین. خداوند عزوجل منافقین را مورد سرزنش و مذمت قرار داد که با یهودی ها دوستی دارند. در این سوره هم موضوع جهاد است، اما اینجا زجر هست، توبیخ هست، سرزنش هست برای بعضی از مسلمانان، بعضی از مخلصین، نه منافقین. مسلمان هم گاهی اشتباه می کند، گاهی لغزشی برایش اتفاق می افتد. خب ما اگر این آیه از اون آیاتی هست که شأن نزولش را تا وقت بیان نکنیم و نگوییم آیه فهمیده نمیشه. بعد از این که غالبا در سال 7 بود کفار قریش و کفار مکه عهد شکنی کردند و قبیله‌ای که با رسول الله صلی الله علیه وسلم حلیف بود بر اون قبیله حمله کردند، عهد را شکستند. پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم تصمیم گرفت که بر مشرکین حمله بکند و از طرف الله عزوجل اشاره شد دیگه برای فتح مکه. آن حضرت داشت آمادگی میکرد، لشکر را تجهیز میکرد. شرایط جنگی بود، شرایط نادرستی بود. مشرکین لرزه براندام شده بودند چیکار بکنند. مشرکین هم احتمال میدادند. ابو سفیان سخت میترسید. یک صحابی مخلص به نام حاطب بن ابی بلتعه، مادرش بعضی از فرزندانش در مکه بود. وقتی که جنگ اتفاق بیفته دیگه بعضی ها که نتونند حریف را ضربه بزنن، زورشون به حریف نرسه، به مظلومان حمله میکنن. لذا احتمال اینکه اون مظلومینی که در مکه و در میان مکه هست اونها از بین برند هم بود. بنابراین حاطب بن ابی بلتعه رضی الله تعالی عنه میخواست تدبیری به کار ببرد که نزدیکان خودش را نجات بده و به نوعی خودشیرینی بکند پیش مشرکین تا اینکه به نزدیکانش آسیبی نرسد. چون بقیه صحابه تمام از باشندگان اصلی مکه بودن، اونجا داشتن پارتی، داشتن افرادی، این کسی را نداشت. لذا نامه‌ای نوشت به یکی از به مشرکین مکه و به زنی داد. گفت که این نامه را ببر به اهل مکه برسان. تو اون نامه نوشت که پیغمبر خدا داره آمادگی میکنه، لشکر بزرگی به طرف شما داره میاره. وقتی که این نامه حرکت کرد به طرف مکه داشت میرفت، این زن، الله عزوجل از طریق وحی به پیغمبرش خبر داد که زنی داره میره و حامل نامه‌ای هست به طرف
مکه و اهل مکه و باید این نامه جلوش گرفته بشه، فعلا این راز به کسی فاش نشه. آن حضرت صلی الله علیه وسلم فوراً به تعقیب اون زن فرستادن سیدنا علی کرم الله وجهه و حضرت زبیر رضی الله تعالی عنه و حضرت مقداد و یکی دیگر از صحابه بود. اینها را آن حضرت صلی الله علیه وسلم فرستادند. اینها با اسبها تند تعقیب کردند در جای به نام خاخ، مقام خاخ. اونجا اون زن را پیدا کردن، بر شطوری بود داشت میرفت به طرف مکه، دستگیرش کردند و به اون زن گفتن که بیار اون نامه را. پیغمبر گفت نامه ای دستش است، نامه را بگیرید و خودش بیارید. گفت بیار نامه را. گفت که من نامه ای ندارم. گفتن امکان نداره. خلاصه هرچی وسایل داشت وسایلش را، خورجینش، لباسش، همه را جلوی اونها باز کرد. گفت هیچی چنین نامه‌ای که شما میگی با من نیست. حضرت علی کرم الله وجهه گفت که کلام خدا و گفته الله عزوجل صادق است و سوگند یاد کرد که اگر نامه را نیاوری و خودت ندی نامه را، ما مجبوریم که تفتیش و تلاشی بکنیم. خب زن بود دیگه، حیا غالب بود. آخر اون زن ترسید و از لای گیسوهایش نامه را در آورد و نامه را اونجا پنهان کرده بود. این نامه را صحابه گرفتند ازش و خود زن را دستگیر کردن، برگشتن به مدینه منوره. حضرت حاطب بن ابی بلتعه که این خطا و این اشتباه را کرد احضار شد. وقتی که آن حضرت صلی الله علیه وسلم بهش گفت یا رسول الله، من میدونستم که شما پیروز میشوید، ولی من زن و بچه‌ام یا مادرم و بعضی از اولادم اونجا بود. گفتم تا وقتی که شما اونجا برسی اینها محفوظ بمانند، در امان بمانند، و الا من از روی نفاق این کار را نکردم. من در دلم ایمان هست. و این را هم خدمت شما بگم که حاطب ابن ابی بلتعه یکی از اصحاب بدری بود، در جنگ بدر همراه بود. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه در این زمان هم ناراحت شد و اجازه خواست که رسول خدا صلی الله علیه وسلم اجازه بده. گفت من این منافق را باید بکشم، گردنش را بزنم. حضرت رسول صلی الله علیه وسلم به عمر چی گفت؟ اول اون جملاتی، کلماتی که در تفاسیر آمده، که کلماتی که حاطب گفت که ولم افعله کفرا، یا رسول الله من از روی کفر این کار را نکردم، ولا ارتدادا عن دینی، و از دینم هم بر نگشتم، مرتد نشدم، ولا رضا بالکفر بعد الاسلام، و بعد از اسلام که من اسلام آوردم برای کفر هرگز راضی نیستم. فقال النبی صلی الله علیه وسلم صدق، راست میگه. ولی عمر رضی الله تعالی عنه وقتی که اجازه خواست، آن حضرت دفاع کرد از این صحابی. گفت ای عمر الیس من اهل بدر؟ مگر این حاطب از اهل بدر نیست؟ چون در اهل بدر هیچ منافقی نبود. الیس من اهل بدر؟ فقال لعل الله اطلع على اهل بدر، لعل الله اطلع، خداوند از اهل بدر خبر دارد، خدا میدوند که در آینده اینا چه اشتباهی میکنند. با وجود این خدا بهشون چه گفته؟ فقال اعملوا ما شئتم، ای صحابه و ای همراهانی که در بدر همراه رسول من بودید، هر چی که دلتون میخواد از این به بعد برید انجام بدید. فقد وجبت لكم الجنه، خدا فرموده من بهشت را برای شما واجب کردم، یا فرمود او قد غفرت لكم، یا این کلمات یا این کلمات که خدا بهشون گفته من شما را بخشیدم. ای عمر مگه این از همونها نیست؟ فدمعت عینا عمر وقال الله ورسوله اعلم، چشمان عمر رضی الله تعالی عنه اشکبار شد و گفت که خدا و رسولش بهتر میداند، عمر نمیداند. لذا معلوم شد که این صحابی از روی نفاق این کار را نکرده. و ببینید اون چیزی که تو اون نامه نوشته، به تعبیر محلی ما مشرکین را زهر ترک کرده بود.
نوشته بود ان رسول الله صلی الله علیه و سلم توجه الیکم بجیش کاللیل. ای مردم مکه، رسول مکرم صلی الله علیه وسلم به سوی شما داره می آید با لشکری مثل شب. شب همش تاریکه، نه؟ لشکر وقتی که زیاد و انبوه باشد مثل شب. یسیر کالسیل، چنان خروشان و چنان غران مثل سیل می آید. و اقسم بالله، من حاطب سوگند یاد می کنم به خدا، لو سار الیکم وحده لنصره الله علیکم. اگر این پیغمبر به تنهایی بیاد هم خدا یاریش میکنه، اگر تک تنها بیاد هم خدا اینو کمک میکنه. فانه منجز له ما وعده، چون خداوند وعده‌ای که با او کرده او را تکمیل میکنه. روح المانی. پس این نامه را نوشت، اونها را ترسوند، ولی ضمناً میخواست بگه که من به افراد من تعرض نکنید. علی ای حال نامه را رسول الله صلی الله علیه وسلم گرفت و به اون زن اجازه نداد که بره. خداوند با این کلمات خطاب میکنه، ببین، یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آوردید. سبحان الله. تفسیر قرطبی نکته جالبی نوشته همین صحابی حاطب ابن ابی بلتعه بعد از اینکه این آیه نازل شد و در این آیه خداوند او را با مؤمن خطاب کرد، یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آوردید. غشی علیه من الفرح بخطاب الایمان، ذکر ان حاطبا لما سمع، گفتن ذکر کردن که حاطب وقتی که این جمله را شنید، یا ایها الذین آمنو، غشیه، از حال افتاد، غش کرد، من الفرح بخطاب الایمان، از بس خوشحال شد که خدا من مؤمن میدونه هنوز، پس من منافق نشدم. این برایش خوشحال کننده. ذا الله می فرماید یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء. ای مؤمنان، نگیرید دشمنان مرا و دشمنان خودتان را دوست، یعنی با اونها دوستی نکنید. اونها دشمن من خدا هستند و دشمن شما مسلمانان هستند. تلقون الیهم بالموده، این بیان هست برای اولیاء. چطور دوست نگیرید، با دوستی نکنید که به سوی آنها پیغام محبت بفرستید. تلقون الیهم بالموده، پیام مودت به سوی اینها القا کنی، در حالی که وقد کفروا بما جاءکم من الحق، در حالی که اینها کفر کردند، اینها انکار کردند، کفر کردند اون قرآنی که با شماست. بما جاءکم من الحق، پیش شما آمده قرآن، قرآن را کافرند. چند سبب اینجا بیان می‌فرماید الله که دوستی نباشه. ببین این اسباب امروز هم هر جا هست دوستی نکنیم. اولی سبب لا تتخذوا عدوی، سبب اول قطع رابطه، چون دشمن من خدا هستند. دو، سبب دوم و عدوکم، دشمن شما مسلمانان هم هستند. سه، و قد کفروا بما جاءکم من الحق، اینا منکر قرآنند یا منکر توحیدند. بما جاءکم من الحق توحیدم میتونه باشه، دین حق، دین توحیدی. چار، یخرجون الرسول، اینها همونهایی هستند که دیروز رسول من را از مکه بیرون کردند. یخرجون الرسول، رسول را بیرون کردند. و ایاکم، و همچنین شما را بیرون کردند. چرا بیرون کردند؟ دلیل اخراج ان تؤمنوا بالله ربکم، به دلیل اینکه شما ایمان آوردید، ایمان می آورید به الله، آن اللهی که رب شماست. به این دلیل اونها شما را بیرون کردند. ان کنتم خرجتم
جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي. الله می فرماید اگر شما برای جهاد در راه من خارج شدید و برای طلب رضای من خارج شدید، این شرط جزایش باز همون اول جمله است، ای لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء. ای اصحاب، ای یاران پیامبر من، اگر شما به خاطر جهاد در راه من خدا خارج شدید و به خاطر ابتغاء مرضاتی طلب رضای من خارج شدید، پس با دشمنان من و دشمنان خودتون دوستی نکنید. تسرون الیهم بالموده، این بیان تلقون است. تلقون الیهم بالموده کجا؟ گفتم ما با شما دوستی میکنیم، به صورت مخفیانه پیام دوستی میفرستید. الله میفرماید در حالی که و انا اعلم بما اخفیتم و ما اعلنتم، من رب العالمین عالم تر هستم، بهتر میدانم هرچه شما مخفی میکنید، هرچه شما ظاهر میکنید. لذا نتیجه موالات، نتیجه دوستی با کفار چه خواهد بود؟ و من یفعله منکم، هر کسی این کار را بکند از شما، فقد ضل سواء السبیل، همانا اون گمراه شده از راه راست، اون راه کج رفته. لذا با اینها دوستی نکنید. این معنی اول اصرار است. اصرار یعنی دوستی مخفیانه. و انا اعلم بما اخفیتم. معنی دوم اصرار، چرا با اینها مخفیانه دوستی نکن؟ ان یثقفوکم یکونوا لکم اعداء، اگر آنها شما را بیابند، هر جا ببینند، اونها دشمن شما می شوند. و یبسطوا الیکم ایدیهم، و دستهای خودشون را به سوی شما بلند می کنند. و السنتهم، و زبانهای خودشون را به سو، به بدی. و ودوا لو تکفرون، علت اصلی اضرار دینی هست. اونها دوست دارن کفر شما را، تمنای اونها اینه که شما کفر کنید. پس اینها همه دلیل است نباید با اونها به صورت مخفیانه دوستی و محبت بکنید. لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم. الله عزوجل سبب موالات را، که سبب موالات و دوستی چی میشه؟ گاهی خویشاوندی میشه. الله میفرماید که این خویشاوندی وقتی که دین شما مثل هم نیست چه دردی برایتون دوا میکنه. لن تنفعکم ارحامکم، هیچ سودی برای شما نخواهد داشت خویشاوندی شما، صله رحمی شما، ولا اولادکم، و نه اولاد شما. یوم القیامت یفصل بینکم، روز قیامت الله بین شما چی؟ جدایی می اندازد. یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه. این است یوم القیامت یفصل بینکم، ای یفرق الله تعالی بینکم بما یکون من الهول. چنان هولی هست در قیامت که الله بین شما جدایی می اندازد، الموجب لفرار کل واحد من الاخر. چنان هولی که موجب میشه هر یکی از پیش دیگری فرار بکنه. پس چرا شما دوستی میکنید به خاطر خویشاوندی؟ خویشاوندی چه دردی میخورد؟ والله بما تعملون بصیر. اینجا اخلاص بیان میفرماید. الله تعالی میفرماید خدای عزوجل نسبت به اعمال شما بصیر و بینا هست. صدق الله مولانا العظیم.
الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني، وكان لي السبيل إلى المعالي، ونورا للهداية والبيان.